امروز چقدر بچه های ما و شما در رسه یکدیگر را میکشن، تاجیک به تاجیک. هر سال صدها و صدها تاجیکی بی جان برمیگردن به خانه، بی جان و تابوت اونا را برداشته میروند. تاجیک بالای حمله کرده است، تاجیک گیر از بین برده است به خاطر 4 کلوش، به خاطر 4 تنگه‌ای که بیچاره کار کرده است. روز قیامت چی جواب میگیم برادر عزیز؟ برادرایی که در رسی هستند این صدای من رو بشنوند، به خدا و به خدا روز قیامت خداوند همین پولایی که از خون یک برادر مسلمان گرفتی این آتش دوزخ میشه برادر، این آتش دوزخ میشه. حتما در عذاب خدا گرفتار میشی. از این جمع خدا انتقامش میگیره، از اون جمع انتقامش خدا میگیره. و 4 تنگه هم سیر شدی، و 4 پولی هم بیچاره سیر شدی. آه فرزندای او چیکارت میکنه؟ فکر مادر پیرشه نکردی، فکر پدر پیرشه نکردی، فکر او فرزندکای بیچارهش نکردی. آخی خودت فرزند کداری، هر روز خانه میداری در آغوش میگیری، فرزندات خرسند میشوند. فکری و فرزندکای بیچارهش نکردی که او رو به کشتن دادی. فرزندای او چی آب میکشن؟ ما امروز چقدر به انصاف شدیم برادر عزیز. به انصافی در جامعه مردم بسیار زیاد شدیم. در جامعه امروزه مردم به خاطر 4 تنگه مسلمان میکشند. و خدا و خدا برادر عزیز جای ننگ شد است، جای ننگ است که ما و شما یکدیگر را در پهلوی یکدیگر همون نفری که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، همون نفری که خدای ما و خدا میگن، پیغمبر ما و پیغمبر میگه، قرآنی که ما و شما داریم همون قرآن را کتاب خود دستور آویز زندگی خود قرار داده است. ما خون او رو میریزیم، مال او رو میخوریم، روز قیامت جواب میدیم.